هموطنان عزیز، همشهریان گرامی، عید شما مبارک. انشالله که عید خوب و خوشی را سپری کنیم. عید قربانی تنها ذبح یک حیوان نیست. قربانی یعنی اشک یک مادر را به لبخند تبدیل کردن است، یعنی دل یک یتیم را خوش ساختن است، یعنی شریک شدن در درد انسان‌های فراموش شده است. امیدوارم که هموطنان بینوا و نیازمند ما را از سهم قربانی فراموش نکنید. عیدی تو و عید ما مبارک باشه، هر صبح نوید ما مبارک باشه. عیدی تو و عید ما مبارک باشه، این صبح نوید ما مبارک باشه.